جنگ قدرت میان پسران عثمان آغاز دورهای تاریک، بلعیکایی در سوگ فرو رفته. عثمان غازی رهبر بیرقیب ترک‌ها پس از سالها جهاد، پیروزی و رهبری آخرین نفسهایش را کشیده و اکنون در آغوش بالا خاتون به دیدار حق شتافته است. خبر وفات عثمان مثل طوفانی ویرانگر در سراسر قبیله میپیچد. مردان بزرگ، جنگجویان، شیوخ و زنان همه در سکوتی تلخ و پر از اضطراب فرو رفته‌اند. اما در دل این سوگواری آتشی دیگر در حال شعله‌ور شدن است. آتشی به نام قدرت. اورهان فرزند ارشد عثمان که همیشه در میدانهای جنگ وفاداری و شجاعت خود را ثابت کرده، توسط بزرگان به عنوان جانشین معرفی می شود. اما حلال الدین، برادر کوچکتر که بیشتر در مسائل علمی، فکری و دینی فعال بوده، این تصمیم را بر نمی‌تابد. او باور دارد پدرش در روزهای پایانی با او نیز سخن گفته و مأموریت بزرگ برای آینده‌هاش تعیین کرده است. در همان حال دشمنان بیکار ننشسته اند. بورسا دوباره دسیسه می‌چیند. خبر مرگ عثمان به گوش حاکمان بیزانس رسیده و آنها می‌دانند این لحظه بهترین زمان برای ضربه زدن است. یک گروه جاسوس در لباس تجار وارد قبیله کاری شدند تا تنش میان دو برادر را شعله‌ورتر کنند. در حالی که اورهان آماده اجرای اولین عملیات مستقل خود به عنوان رهبر جدید است، با گروهی از شیوخ و جنگجویان قدیمی جلسه‌های سریع برگزار می‌کنه. او تصمیم دارد در مراسم تشییع عثمان حمایت بزرگان را از اوهان بشکند. اما درست پیش از مراسم، انفجاری در نزدیکی محل دفن عثمان رخ می‌دهد. دشمن نقشش را اجرا کرده و هرج و مرج در قبیله آغاز می‌شود. در همین بی‌نظمی یکی از نزدیکان اورهان کشته می شود و انگشت اتهام به سوی علاءالدین نشانه می رود. در قسمت سوم همه چیز به اوج خود می رسد. نبردی میان عقل و شمشیر، میان وفاداری و قدرت، میان برادران خونی و در حالی که دشمن در سایه می خندد، قبیله در آستانه تجزیه قرار گرفته است. آیا اورهان موفق می شود اتحاد را حفظ کند یا این درگیری ها آغاز نابودی امپراتوری تازه تولید شده عثمانی خواهد بود؟ پاسخ را باید در آتش خون و خیانت جستجو کرد. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال مانرا را سابسکرایب نمایید. سینمایی